خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. سلام بچه‌ها، شما خود من به خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. ما برگشتیم بعد مدت‌ها حدود 10-11 نبودیم، ببخشید. اومدیم با یه کویز فوتبالی دیگه بچه‌ها. فیفا دیه و امروز اومدم چیز بازی ایران ازبکستان رو بگیرم که اصلا بهتر نگرفتم. ایران باختش، اصلا من خورد شد. بیرون بودم من، بعد دیر اومدم خونه. بچه دیشب بازی فیفا دی بود و من تموم شده. اگه بازی فیفا دی حساسی بود که من براتون ریاکشنشو میذارم. بچه نجات اینتر گفتم 2 روز بده، ولی اصلا شما کسی ندیده اون ویدیو رو. اصلا من چیو بذارم وقتی کسی ندیده؟ دیگه گفتم یه این ویدیو رو بگیرم یه کویز فوتبال داشته باشیم تا فیفا دی، تا یه بازی دیگه بکنم دیگه 10 روز یه بازی دوباره شروع بشه. آقا آره دیگه آقا جان، بریم سراغ ویدیو. کویز فوتبالی امروزمون اینه که معجزات داریم. معجزات چیه؟ بعد بریم داد بزنیم بگیم من خرم. داد من میگم من خرم. و این بازی این تیم اینه که نقل و انتقالات جدید 2025 2026 و ملیت بازیکنان رو هم میاره و ما حتی بزنیم اون چه تیمیه. مثلا مهاجمش پرتغاله و مثلا مهاجمش مثلا فرانسه است، وینگش برزیلیه مثلا رئال رو امباپه رودریگو چیز ملیتشون برزیله. اونجوری باید حدس بزنیم. آقا جان دیگه خیلی دارم وقت رو تلف میکنم، بریم سراغ ویدیو دیگه. بچه ها ببخشید موقع بگران نتونستم این رو بگیرم. برزیل خب این چیزه لیورپوله، نمیدونم نقل کنیم فریم پوینت سالا اکیتیه فلوریان ویت رالیسون. 5 بارم اشتباه بگم، 3 بار اشتباه بگم تموم پخ. فکر کنم همین اول اشتباه باید بگم. چه تیمیه؟ ببین نمیدونم اسم هلندی چیه؟ نمیدونم. بابا بایر لیورکوزن رو من کجا باید بفهمم؟ یه دونه اشتباه. این چیزه اتلتیکو مادرید، شما مهاجم گریزمان و چیز دروازه‌بانم آلوارز و دروازه‌بان اوبلاک. فقط باول بله روز بود دیپاله نتش شده. Question 4. جدی چیه؟ مهاجم پورت النصر که نیستی؟ میلانه؟ جون خدا بگو میلان. برافالیا و میلان. یس از دروازه‌بانش بیشتر فهمیدم. چه مهاجم گرجستانی کیه؟ نمیدونم. لیل. بابا لیونو هم نمیدونم حد بزنه کیه. آخه من لیگن 2 تا اشتباه، یه دونه دیگه باقی باختیم. وای این که یونایتده. امبومبو کونیا ششور نذاشته. ششور نیست، ششور نذاشته. The correct answer is Manchester United. ششور نذاشته هرون نیست. Question 7. ریسکی چون دروازه‌بانش پرتغالی. میخوام بگم پورتو. جون مادرت پورتو باشه یعنی باختیم. پورتویی؟ وای نه پورتو نبود و 3 تا اشتباه. بچه‌ها تو رو خدا بذارید بشه 4 تا. حاجی آخه اینقدر زود من نمیتونستم حد بزنم. بچه تو رو خدا بذارید 4 تا. جون مادرتون تو رو خدا. قبوله آقا بریم 4 تایی دیگه باختیم دیگه با. نه نیدم راستی. این رئال این ماستانتونو. بلدم ترندو بلدم کارلاس بلدم. فکر کنم اینجا دیگه باخت بدیم. اینجا رو دیگه بکنم باخت. ببین مهاجم ژاپنی آخه استوپ بزنی استوپی بزنی. حال مادر دو ضرب یکی نویره یکی هم مارک آندره ترشنگه. نویر جدا شده از چیه یا ترشنگه جدا نمیدونم. این کوره‌ای هافکو هلندی هن. بعد افارا سوئیسی کوی مولره داره. یه تیم ژاپنی بگم.
آخه نه تیم ژاپنی آخه یه ذره تیماش عجیبه بازیکناش. من میگم ولورهمپتون خرکی بامرد تو فیل زنده 4 تا باخت باش بایر مونیخ به چه کارم میاد بایر مونیخ دیگه. میخوام بگم 5 تا. ببین یه چالش میخوام انجام بدم. ببین اینو میبینید، اینو میذارمش. یه بچه به این حوله زیاد دقت نکنید، میاره چیز خاصی نیست. خب من با این بچه بذارید 5 تاشه. 5 تا دیگه بریم دیگه تهشه. فقط باید ببینم این چیه. چیزی نیست. بریم آقا بریم. چیزی نبود، چیزی نیست. باختو باید بدیم دیگه. جان یه تیم انگلیسیه و میخوام بگم اورتونه. مهاجم انگلیسی هافبک کیه این؟ کل تیمش انگلیسیه، من کجا بدونم؟ ابراهیم کناته که اصلا آلمانی. چلسیه؟ بابا ولم کن. النگا نیوکاسل. من اینو حالا اینو میتونم حدس بزنم که دورتمونده، ولی باختیم دیگه. باختیم. آقا من این موجوداتی میخوام انجام بدم. ما که باختیم. موجودشو نمیرم داد بدم، یه چیزی که بشه انجام. با این سینو کاری میکنم. با حد بزنم. خب این پاریس نیست. چه میدونم آقا ول کن. اصلا نمیتونم من حد بزنم. تاتنهامو خودشم سارم نمیدونه خودش کدوم ملیتیه. این 100% دیگه تیمیه که من نمیشناسم. این ناپولیه. آره این ناپولیه. شرط میدونم این ناپولیه. بالاخره چیز درست بازی کنه. کوین دی بروینه نبود. این یه تیم هلندیه 100%. ها من پی اس وی آژاکس میگم. تو فروش آژاکس. عمر مرموش منچستر سیتی. از عمر مرموش فهمیدم. خدا عمر مرموش فهمیدم. خب ترکیبشو بگم. انگلیسی جیم ترافورد. این گولرشو مگه چیز نیومده الان؟ آجی ملیتی که اینا رو میزه خمار استون ویلا باشه. جدی دارم میگم کنم استون ویلا. اوبامیان مگه اومده مارسی؟ بابا من اصلا نهیدم اوبامیان میاد مارسی. این یه تیم ترکیه فنرباغچه نیه یا نه؟ فنرباغچه چه مهاجمش یوسف نصیری میخوره واقعا فنرباغچه باشه. چیزم دارید شما که جان دوران راست میگه. این ویزگا برسا ویزگا کاتالونیا که رالی هم، ولی خب من بارسایی هم خوشم میاد. یعنی نظر نیست بارسایی هم ولی خب میخوام چاقو بیارم دست خودم ببرم. نه داشت این خیلی خطرناکه. یه کارت کیندی پاره میکنم. یه کارت کیندی تمومه. کارت کیندی پاره میکنم. وایسا دفعه یه لحظه وایسا. این یه تیم پورتوه دیگه. این دیگه پورتو جون مادرت. سپورتینگ لیسبون. بس اسپورتینگ لیسبون. اتلتیک بیلبائو. ای یادم رفت بگم. یه لحظه اصلا حواسم پرت شد اینو دیدم. من حالم بد شد. این لیله. نه یوونتوسه. ببخشید یوونتوسه.
آخه جاناتان دیوید مهاجمشون، بعد دیدم مثلا مهاجمشون تغییر کرده. این لیله یلدیزا جاناتان دیوید مهاجمشون و کنسنس آفرس کنسنس اونم اونجاست. یوونتوس فهمیدم. نیکو ویلیامز دیگه اتلتیک بیلبائو دیگه، کلشون اتلتیک بیلبائو اسپانیایی بجز این نیکو ویلیامز. داشت نیکو ویلیامز حقا یعنی چه تیم عجیبی بسته این. واجی مسابقه نیکو ویلیامز دیدیم گفتیم میخوام با فرانسه، میخوام با چیز قهرمان جام جهانی باشه، میخوام قهرمان چمپیونز لیگ بشه با اتلتیک بیلبائو. بخاطر همین رفتم بارسا. خب یارم حقم میگه بارسا موجب کرواسی مانجوکیش برای فوتبال بازی میکنه. نمیدونم خاصیتش. پی اس وی پریسیچ اومده پی اس وی. 10 دقیقه است رکورد بود. چند دقیقه ویدیو بود؟ چی؟ اینتر میامی که نیست. اینتر بود. آقا اون اینتر بود دیگه. اون اینتر بود. هم خواهم این دفعه دیگه ریسک کنم بگم پورتو. جون مادرت پورتو باش. بالاخره سرویستان میتونم. میخوام یه ریسک عجیبی بکنم. میخوام بگم گالا. میخوام بگم گالاتاسارای بزنم. موجب اینتر من نمیشناسم. این دیگه گالاتاسارایه. این دیگه گالاه. آره این دیگه گالاه. استانه اون چیز اوسیمه. این دیگه گالاه. تصفیه. جامی برزیلی از کجا بیاد؟ این انگلیسه، این چلسیه، این کل پالمره، این چلسیه. آجی واقعا ژائو پدرو یه موجب سرسنگی تمیز. حد بزنیم واقعا خفنم. اگه حدث آجی نمیدونم این ترکاش عجیب میخوره. یه تیم ایتالیاییه. میخوام این فیورنتینا آتلانتا. ببین چیز سختی میاره. وینگر مراکش کیه؟ ناپول. آخه نمیدونم بابا. موناکو رو خودش هم نمیشناسه. موناکو خودش هم نمیدونه چه تیمه. که این مکدامینه نیست. ناپولی رو گفتیم. استون ویلا نیست نه نه. این استون ویلا واقعا. آره دیگه استون ویلا. آخریش هم برای شماست که دیگه اینو اصلا من وینگرش گرجستانیه. چیز نه لو دادم که دفاعش چیز هافک داره. یکیش مهاجمش فرانسوی. اصلا من این مقصد کامنت هاست. و آخرش بود. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو دید. تا یه ویدیو دیگه بای. اگه فیفا ده چیزی هم بود براتون میذارم. فعلا بای.